سلام و درود رفقا به کانال پلیر شو. خیلی خوش اومدین. من وگارم با یه آموزش مافیای دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم از کلیپ‌های قبلیمون راضی بوده باشین. قبل از دیدن این ویدیو حتما لایک کنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین ما رو به دوستاتون معرفی کنید. امروز قراره در مورد نقش جان سخت در بازی مافیا صحبت کنیم. جان سخت یکی از نقش‌های کلیدی مهم و کاربردی شهره که میتونه با دو ویژگی مهم جریان بازی رو برای شهروندها تغییر بده. حالا با هم ببینیم که این نقش چه قابلیت‌هایی داره و چطوری باید بازی بشه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. بریم تا برگردیم. توانایی اصلی جان سخت. در ابتدا به دو قابلیت اصلی این نقش میپردازیم. یک، مسئولیت در برابر اولین تیر مافیا. وقتی مافیا اولین شلیکش رو میکنه، اگه تیرش به سمت جان سخت باشه اون زنده میمونه. البته خودش از این تیر خبر نداره. این ویژگی یکی از تیرهای مافیا رو میسوزونه و به شهروندها یه فرصت طلایی میده. دو، توانایی استعلام وضعیت بازیکنهای خارج شده. جان سخت دو بار میتونه از گرداننده بازی درخواست کنه که اعلام کنه تا اون لحظه چه بازیکنایی از بازی حذف شدن و نقششون چیه. این استعلام ها اطلاعات خیلی مهمی درباره نقش بازیکنای خارج شده مثل تعداد مافیاها و شهروندها و بازیکنای حذف شده به شما میده. حالا میرسیم به استراتژی های بازی نقش جان سخت. یک، پنهان ماندن از دید مافیا. اگه خیلی زود هویت تو فاش بشه، مافیا ممکنه تو رو مورد هدف بعدیش قرار بده و در فاز روز هجمه وارد کنه به روی تو. پس باید به صورت استراتژیک و در زمان مناسب استعلام بگیری. دو، انتخاب زمان مناسب برای استعلام. بهتر منتظر باشی تا اطلاعات اولیه بازی به شکل مناسبی جمع بشه و سپس درخواست استعلام بکنی. این کار باعث میشه اطلاعات دقیق تری داشته باشی و تصمیمات بهتری بگیری. سه، به اشتراک گذاری اطلاعات با شهروند هاست. بعد از دریافت استعلام باید اطلاعات رو به نحوی به شهروندها منتقل کنی تا بتونن تصمیم بگیرن چه کسی احتمالاً مافیاست. به یاد داشته باش نباید تمام اطلاعات رو یه جا فاش کنی. باید به تدریج و هوشمندانه اطلاعات خودت رو منتشر کنی. چهار، استفاده از مسئولیت. با استفاده از ویژگی عدم مرگ در اولین تیر مافیا میتونی نقش مهمی در فریب مافیا داشته باشی. مثلا اگر فکر میکنی مافیا قصد داره تو رو هدف قرار بده، بهتره در گفتگو سکوت کنی تا زمان استعلام به خوبی نقش خودتو اجرا کنی. نکات کلیدی و اشتباهات رایج. حالا نگاهی به مواردی میندازیم که باید مراقبش باشی. یک، پنهان موندن هویت. اگه هویتت پنهان نمونه ممکنه مافیا در شات شب تو رو انتخاب نکنه و هویتت فاش بشه و در فاز روز هجمه هایی بر روی تو ایجاد کنن. دو، انتخاب نادرست زمان برای استعلام. درخواست استعلام خیلی زود یا خیلی دیر میتونه باعث بشه اطلاعات ناقصی به دست بیاد یا حتی فرصت استفاده از توانایی هدر بره. سه، عدم همکاری با بقیه شهروندها. یکی از اصلی ترین
اهداف این نقش کمک به شهروندها برای تشخیص بازیکن‌های خارج شده است. پس همواره با کاراگاه، دکتر و نقش‌های کلیدی شهر باید هماهنگ بشه تا بازی رو به سمت برد پیش ببره. 4. استفاده از مصونیت. در صورتی که بدون استراتژی به سمت حمله مافیا بری، ممکنه نقش تو به خوبی از بازی استفاده نکنه. جمع‌بندی نکات مهم. جانسخت با توانایی مصونیت اولین تیر مافیا یکی از تیرهای مافیا رو میتونه به هدر بده. 2 بار استفاده از استعلام به تو اطلاعات دقیق و استراتژیک درباره بازیکن‌های خارج شده میده. باید زمان مناسب برای استفاده از توانایی‌ها رو انتخاب کنی تا اطلاعات به بهترین شکل ممکن به شهر انتقال داده بشه. همکاری با نقشای مهم دیگه و به اشتراک گذاری اطلاعات رو هوشمندانه انجام بدی تا کلید برد شهروندها بشی. امیدوارم این توضیحات بهتون کمک کنه تا نقش جانسخت رو بهتر بشناسین و در بازی به کار بگیرین. اگه سوال یا نظری دارین حتما تو کامنت ها برامون بنویسین. کلیپ رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا کلیپ های بیشتری از این دست ببینید. موفق باشین تا کلیپ های بعدی. خدا حافظ.